پشم ریزونترین مراسم ازدواج در دنیا. در جزیره تاسمانی واقع در جنوب شرقی استرالیا و همچنین در منطقه گیپسلند این کشور، عروس و داماد حین جشن عروسی روی حصیری که در میانه مجلس پهن شده در برابر میهمانان اولین رابطه جنسی خود را برقرار می کنند. خاک بر سرشون. بنا به سنتی در تایوان واقع در شرق آسیا، یکی از خویشاوندان یا دوستان داماد باید بکارت عروس را از بین ببرد. بدین ترتیب داماد میتواند از انجام این وظیفه ناراحت کننده و نامطلوب رهایی پیدا کند. بر اساس سنتی در هندوستان، زنانی که برای انجام نظافت به خانه‌های دیگران می‌روند، می‌توانند وظیفه پاسخ دادن به نیازهای جنسی نوجوانان مجرد ساکن خانه را نیز به عهده بگیرند. خدا خیرشون بده. در جزیره گوام واقع در اقیانوس کبیر، مردها می توانند شغل عجیبی انتخاب کنند. مردانی که این شغل را انتخاب می کنند شهر به شهر می گردند و در ازای دریافت پول از دختران باکره اقدام به برقراری رابطه جنسی با آنها می کنند. پس چرا میرید تایلند؟ بیایید برید گوام. من آقای فکتم. چنلمو سابسکرایب کن تا بتونی محتوای جذاب بیشتری ببینی.